امروز که می‌بینیم یک درز میانی حکومت و دینداران با وجود آمده است و امروز متأسفانه در جامعه ما ملاها را با ملاهای درباری و غیر درباری یعنی جدا میکنند که این عاقبت خوب ندارد و ببینید در هیچ دور و زمان دین جزئی فرهنگ نبوده بلکه فرهنگ جزئی دین بوده است و حکومت ها هم باید مطابقت از دین کنند تا اندازه نه اینکه دین همچون خدمتگار دولت برای دولت خدمت کند اگر که دین برای دولت خدمت میکند و مناسبت در همین سطح اگر باشد یا که ملاها برای دولت خدمت میکنند اگر مفهومی یک جای دین دولت همین گونه فهمیده شود پس این عاقبت های خوب ندارد و دین برای دولت یک دستکی میشود که برای تمامی با مثلا فشار بیارد بالای جامعه نه خدمتگار جامعه باشد چیزایی که مثلا دیندارو بعضی چیزای برخلاف دولت مثلا پخش میکنن دولت باید حتما پیشرو بگیرد نه فعالیت کنن و با طرز خودشون هم چارچوبه دین نبرویند مثلا با دولت دخالت نکنن که دولت باید این خیلی باشه حتما زنو سطر داشته باشن در تاجیکستان دولت باید از دین جدا باشد دولت از دین جدا باشد دیندارا در دایره صلاحیتی که طبق مقررات کتاب‌های دینی داده شده است در همین دایره باید فعالیت کنند با کارهای دولتی باید دخالت نکنند کارمندان دین دولت هم در دایره صلاحیتی که کنستیتوسیون جمهوری داده است در همین دایره باید نظارت رو از باره مقامات اداره‌های دینی باید برآمد چون که وضع سیاسی اجتماعی اقتصادی جامعه بر دوش دولت است در هر حالت دولت در این ساحه جوابگر است. Хотелось бы заметить то, что у нас демократическое государство, но все же, если не контролировать человека, то он может перейти грань, которая ставится, и он может... Просто эта религия может быть уже настолько быть фанатичной, то, что это может привести к таким последствиям, то, что лучше об этом помолчать. Поэтому также можно и заметить то, что если государство будет вмешиваться в каждый раз, да, какой мы религии, да, что у нас сердце, о чем мы думаем, то это уже тоже верх наглости будет, это уже будет переходить все грани демократии, никакой свободы не будет. باید دولت کمک سختگیر باشد برای آن که مناسبت ها میتوانند در جامعه یک برای اختلافات و اکستریمیسم یک فوندامنت شده میتوانند یک زمینه شده میتوانند اصلا باید که یعنی مناسبت دین و دولت آزاد باشد لیکن چخیل که میگن هر یک چیز معیار دارد فرض کردیم اگر دولت هم عموما با کار دینداران دخالت نکنند یک دایره دیندارانی هستند که یعنی از همون چارچوبه قانون بیرون میشوند لیکن از جهت دیگر که مثلا دولت باید که فرض کردیم با دینداران فشار بیارد من این هم فکر میکنم خوب نیست از جانب دولت اینقدر فشار زیاد آوردن برای مثلا دینداران در زمانی که بسیار حساس است باید که دولت تمام شعور دینی را باید چیکار کند زیر نظارت بگیرد برای آنکه همه چیز شدنش ممکن برای همین احساس دینی مردم بسیار در حالت هنگامه است